امروز میخوام در مورد یک مکملی صحبت بکنم که خیلی از ما اونو به عنوان یک مکمل تقویت حافظه کلا نمیشناسیم، بلکه به عنوان یک مکمل تقویت عضلات میشناسیم. کراتین 95% توی عضله هست، ولی اون 5% باقی موندهش توی مغز، کبد و کلیه وجود داره و همین میزان میتونه توی بهبود مموری و اختلالات کاگنیتیو نقش موثری داشته باشه. فرآیند مموری یا توانایی نگه داشتن و پروسس کردن اطلاعات یک فرآیند وابسته به ATP هست و ما مقالات متعددی داریم که نشون دادن ساپلمنت کراتین میتونه اثرات مثبتی در این زمینه داشته باشه و باعث بهبود اختلالات کاگنیتیو بشه. اتفاقا یک متاآنالیزی هست که تمام مقالاتی که در مورد اثرات مثبت کراتین در مموری هست رو جمع‌آوری کرده و به این نتیجه رسیده که مصرف کراتین میتونه منجر به بهبود اختلالات کاگنیتیو و مموری در سالمندان بشه. نکته مهم اینه که این اثرات مثبت در مموری مخصوص سالمندان هست، یعنی حدود 66 سال به بالا. اگر یک فرد جوان کراتین استفاده کنه از اثرات مثبتش در مموری سودی نمیبره، ولی بحث عضلات جداست. بنابراین سالمندان هم اوکی هست که کراتین مصرف بکنن به خاطر بهبود مموری. حالا این سوالی که شاید پیش بیاد اینه که خب سالمندان معمولا اختلالات کلیوی دارن، کراتین باعث تشدید اختلالات کلیویشون نمیشه چون به کراتینین تبدیل شه؟ پاسخ اینه که خیر. ما باز مقالاتی داریم که نشون دادن مصرف کراتین ریسک ابتلا به بیماری کلیوی رو تشدید نمیکنه. فقط یک گروه بهتره که استفاده نکنن، اونم کسایی هستن که حالا دیالیز میشن و اختلالات کلیوی آلردی دارن در حدی که دیالیز میشن. اگر کسی جزء این دسته نیست، مصرف مکمل کراتین برای بهبود مموری براش هیچ مشکلی نداره. با چه دوزی مصرف کنین؟ 5 گرم روزانه طبق مطالعه.